مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه که منم داشتونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. این روزها تو این چند ساعت گذشته خبر حسابی تو فضای مجازی ترکید و حتی بخش خبری 23 صدا و سیما ایران هم بهش واکنش نشون داد. اون هم ماجرای پلم و بسته شدن کوروش کمپانی، یکی از کمپانی هایی که چند ماهی هستش که به صورت گسترده داره تو فضای مجازی تبلیغات میکنه و میگه که من گوشی های ارزون قیمت به دستتون میرسونم. این موضوع زمانی جنجالی شد که خیلی از افراد معروف و مشهور یا اصطلاحاً سلبریتی ها هم رفته بودن و این برند رو تبلیغ کرده بودن که از بازیکن های استقلال و پرسپولیس و تیم ملی، حالا معمولا بازیکن های باشگاه مختلف هستن، بودن تا بسیاری از خواننده ها و بازیگرها. همین قضیه باعث معروفیت و مشهوریت کوروش کمپانی شد تا اینکه دیروز یه خبری در رسانه ها منتشر شد که مدیر کوروش کمپانی فرار کرده، اموال این شرکت رو جمع کرده، پولهای مردم رو خورده و خلاصه خبرهای عجیب و غریبی که بیرون میاد. نوک پیکان حمله رسانه ها به سمت کسایی بود که تبلیغ کوروش کمپانی رو میکردن. البته این نکته رو بگم که میدونم خیلی از مردمی که سرمایه‌شون رو از دست دادن ناراحتن، اما این ویدیو رو میخوام از یک زاویه دیگه براتون مطرح بکنم با ذکر این نکته که در حال حاضر مدیر کوروش کمپانی پشت خط تلفن با من هستش که به شما صحبتاش رو حالا با هم دیگه میشنویم و سوالاتی رو از ایشون خواهم پرسید و الان هم پشت خط هستش و داره صحبتهای من رو میشنوه و توضیحاتی که باید ایشون ارائه بده به مردم و دیگه الان مردم اموالشون از دست رفته. توضیحاتو میدم، بعدش هم مصاحبه‌ام رو شروع میکنم با امیرحسین شریفیان که این روزا هم حسابی عکس ازش اومده بیرون. آقا داره تو دبی عشق و حال میکنه و یه عکس از روی یاخت و خلاصه همه چی در همه اینا رو سوالاتی هستش که باید بهش پاسخ بده. اما تصویری هم که به بیرون اومده این هستش که یه عکسی و یه بنری رو زدن دم اون مغازه یا حالا هلدینگ کوروش کمپانی و گفتن که این پرونده در دست بررسی هستش و ساختمون رو اصطلاحاً پلم کردن. تصاویر عجیب و غریبی بیرون اومده بود. حالا یه سند هم اومده بیرون که راجع به این سند هم از مالک کوروش کمپانی سوال خواهیم کرد. طرف کولر اسپریتو گذاشته زیر بغلش برده. یعنی چیزی که ما متوجه شدیم این هستش که اموال رو خود مردم با شکستن در و تصاویرم حالا گویا هستش نشون میده که با شکستن در اموال خودشون ورداشتن بردن. یکی کولر اسپلیت ورداشته برده، اون یکی یخچال گذاشته زیر بغلش برده، ولی خب اینجوری برداشت شده بود که خود کوروش کمپانی اومده این اموال بوده. البته یه مقداری هم باید حق بدیم به مردم، به هر حال میگفتن آقا ما پولمون هاپولی شده رفته، حداقل یه مالمون رو زنده بکنیم و ورداشتن بردن. حالا من میگم جلوتر توضیح خواهم داد. اون چیزی که در رسانه ها اعلام میکنن رقمی بالای 400-500 میلیارد تومان عنوان شده که از اموال مردم رفته. اما حالا من قبل از اینکه این ویدیو رو هم ضبط بکنم این صحبت کوتاهی با مدیر کوروش کمپانی داشتم و توضیحاتو داده. حالا سعی می‌کنم که دوباره این سوالاتو ازش بپرسم. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش، حالا تصاویر رو هم می‌بینید که خیلی از خبرگزاری‌ها BBC، من و تو، ایران اینترنشنال، همه تمام این تصاویر رو پخش کرد. دیگه لازم به تکرار این تصاویر نیست که خودتون هم میدونید. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که این کمپانی 6-7 سال داشته فعالیت میکرده. در طول 10 ماه گذشته به صورت، حالا 10 ماه که 2 ماه آخرش رو بذاریم کنار، 8 ماه قبلترش به صورت گسترده و به صورت انفجاری در فضای مجازی به شدت با هزینه‌های میلیاردی تبلیغات میکرده. اگر یه کمپانی کلاهبرداری کرده نباید برن یقه کسایی که
تبلیغ کردن بگیرن، باید برن یقه کسایی که مجوز به این آدم دادن و اصلا ناظرین آدم بودن رو بگیرن. اگه اینطوری باشه دیگه هیچ کسی در هیچ کجای دنیا نباید بره تبلیغ بکنه. یه تبلیغ کننده که نباید بره ببینه مجوز، آقا من که مسئول دیدن مجوز فعالیت اون آدم نیستم که. از اون طرف ببینید توی ایران انقدر عرصه رو برای کارفرماها تنگ میکنن. یه کارفرما مثلا میخواد یه کمد سازی بزنه، اداره کار میاد بالا سرش، بیمه میاد بالا سرش، مالیات میاد بالا سرش، فلان، همه ازش پول میگیرن، هیچ امتیازی هم بهش نمیدن. این طرف تصمیم میگیره که آقا جمع کنه بگه بشینه تو خونهش. در خصوص کوروش کمپانی اون چیزی که حالا خودش داره میگه توضیحات هم میده، میگه که از من 80-90 میلیارد تومان فقط اموال مصادره کردن. نمایشگاه ماشینم رو توی کیش مصادره کردن، یه کمپانی داشتم جت اسکی کرایه میدادم اونو مصادره کردم، بنز جی کلاسه داشتم که خودش میگه 30-40 میلیارد تومان پولش بوده مصادره کردن، و حساب بانکیش که من نمیدونم چقدر پول هست، حالا خودش توضیحات میده، مصادره کردن. اصلا نمیخوام دفاع بکنم، میخوام یه زاویه دیگه این قضیه براتون باز بکنم. ببینید خود اون مأمور پرونده، خود اون قاضی و اون کسی که مسئولی همچین پرونده‌ایه وقتی این حکم رو صادر میکنه، طبیعتاً وقتی شما اموال یه آدم رو مصادره بکنید یعنی اصطلاحاً دارید سلاح‌های اون آدم رو ازش میگیرید. طبیعیه دیگه، شما وقتی حسابی آدم رو مسدود بکنید، وقتی اموال اون آدم رو بگیرید، اون آدم دیگه توانایی باز پرداخت رو نداره. آقای قاضی و آقای مسئول پرونده، این دو تا چارت ریاضیه. وقتی شما حسابی آدم رو مسدود بکنید دیگه اون آدم میگه من حسابم مسدود شد، اموال من مسدود شد، دیگه نمیتونه پول مردم رو بده. نتیجه دادن چی میشه؟ پول مردمه که از بین میره. نتیجه دادن چی هستش؟ ضررش رو مردم میبینن. تو تمام بنگاه اقتصادی همین هستش. اما در طول این چند روز گذشته‌ای که تمام خبرگزاری ها اومدن این خبر رو زدن، آیا حرفی از اموال مصادره شده مالک این کمپانی زدن؟ 80-90 میلیارد تومانی که مصادره شده کجاست؟ دست کیه؟ اینا باید بیاد توضیح داده بشه. ببین اینا، میدونم کسایی که تبلیغ کردن مسئولیت اجتماعی دارن، یعنی اونا هم میتونن بیان توضیح بدن، اما وقتی شما میایید و اموال آدم رو مصادره میکنید معناش چیه؟ معناش اینه که میخواد اون آدم رو کم 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 ضعیف بکنید. کیا؟ نمیدونم، شاید مافیای وارد کننده تلفن‌های همراه و شاید افراد دیگه. البته گوشی‌های ارزون قیمت رو عده‌ای تیتر زده بودن که پنیر مفتی توی تلموش پیدا میشه، پس طبیعتاً اگر گوشی‌ها ارزون قیمت بوده کلاهبرداری بوده. اینا سوالاتیه که مردم کردن، اما اون چیزی که مهم هستش این هستش که مدیر کوروش کمپانی باید بیاد توضیح بده. من صدا رو میذارم روی پخش. آقای امیرحسین شریفیان در حال حاضر پشت خط تلفن با ما هستن. آقای شریفیان، موبایلم هم افتاد، بهتون سلام میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، ولی اینو میدونم که مردم به خونتون تشنن به خاطر اینکه گفتن که شما کلاهبرداری کردید و مال مردم رو برداشتید بردید. صحبت‌های من رو شنیدید؟ اگر توضیحاتی دارید در خدمت. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای فردین عزیز. متشکرم که حالا این تریبون رو تونستین در اختیار من قرار بدین که من این سری صحبتایی که دیگه سلام نمیدونم حتی از تریبون خودم اعلامشون بکنم و تو این چند روز سکوت کردم که تمام به اصطلاح بخشای خبری صحبتشون رو بکنن. سلام تونستم که اینو به مردم اعلام بکنم. ببینید در بخش اول این که من اینو بهتون بگم که اگر قصه کلاهبرداری بوده، ما نزدیک 1 سال و 2 ماه، دقیقاً 1 سال و 2 ماه پیش شروع یعنی فروش تلفن همراه رو شروع کردیم و اینکه تو این 1 سال و 2 ماه ماهای اول ما بالای 500 میلیارد تومان دستگاه فروختیم، ولی در واقع تمامی دستگاه ها تحویل مشتری شد. اگر قرار بر قصد بر کلاهبرداری بود، همون روزهای اول ما میتونستیم این رویه رو پیش ببریم، خیلی راحت بیایم کلنگو ببندیم و خدا. خب سوال اولی که پیش میاد اینه که من عذرخواهی میکنم تو کلامتون اومدم، رقمی که الان شما به مردم بدهکارید خودتون میگید چقدره؟ ببینید نهایت رقمی که دست ما میتونه باشه
نزدیک 130-40 میلیارد 150 میلیارد تومانه. ما بارها و بارها گزارش این رو خودمون چتبند، یعنی تعداد گوشی هایی که به مردم بدهکاریم و به دادستانی ناحیه 5 ارائه دادیم، ولی اینا خودداری کردن. یعنی هر سری هر شخصی که میرفتش به اصطلاح ملاقاتشون میفرمودن که بگید لیست تعداد بیاد. حالا توی پروسه ذهنی خودشون عددی که در نظر دارن خیلی بیشتر از این صحبت هست. یه سری عکس اومده بیرون که نمیدونم یه 2 با 10 تا 0 رو آقا کوش اینا اگر یه همچین عدد، اگه 20,000 نفر ما شاکی داشتیم، 20,000 دستگاه فروخته بودیم، اگر 20,000 دستگاه فروخته بودیم، الان جلوی دفتر ما که دیروز پریروز تجمع بود 200 نفر تجمع می‌کردن، 400 نفر تجمع می‌کردن یا 5,000 نفر تجمع می‌کردن، حداقل 1/4 نفرات باید میومدن، نه 1/10 نفرات. خب شاید خیلی خبر نداشتن که کوروش کمپانی تعطیل شده. خب خیلی از شهرستانا به شما سفارش دادن و ببینید یه چیزی خدمتتون بگم جناب فردین، بعد پلم اولی که ما شدیم به بهانه حجاب، یعنی از ما هیچ چیزی دستگیرشون نشد، اومدن ما رو به عنوان حجاب پلم کردن، عدم حجاب کارمندان. بعد از این یه حجمه ای از طرف تمامی کسایی که تو این چند مدت رقیب ما بودن، دشمن ما بودن، یا از دشمنای ما به اصطلاح این بلاگرهایی که تو حوزه دیجیتال مارکتینگ دارن کار میکنن، که حالا به اصطلاح یکیشون مثلا قرارداد داره با شرکت رقیب ما، اون یکیشون قرارداد داره با اون یکی شرکت رقیب ما، اومدن یه حجمه رو وارد کردن که کوروش کمپانی پلم شد. خب همین باعث شد، خب پلم هم شده بودید دیگه واقعا دیگه. بله پلم شده بودیم، ولی نیومدن دلیلش رو بنویسن. دلیلش چی بود؟ به خاطر خلافی که کرده بود. دلیلش این بود که بدحجابی، من تمام این صحبتامو ازشون به اصطلاح نامه قضایی رو من عکس دارم که اومدن به ما اخطار دادن به دلیل بدحجابی 5 روز دیگه پلم میشید. درست. یعنی بار اولی که ما رو پلم کردن به دلیل بدحجابی پلم کردن، بار اول. حجمه ها وارد شد، مردم ترسیدن، هجوم آوردن. آقا ما 10 ماه داشتیم گوشی تحویل مشتری میدادیم، مگه یک تونه؟ میخوام اینو بهتون بگم، قبل اینکه دستگاه قضایی ورود بکنه به مجموعه ما، استعلام بگیرید دیگه. مردم خیلی راحت دارن همه چی رو استعلام میگیرن. از سامانه سنا ببینید، ما قبل از این 1 ماه 2 ماه گذشته 1 دونه شاکی خصوصی داشتیم. سنای بنده رو من اسکرین شات براتون میفرستم، ببینید ما شاکی خصوصی داشتیم یا نداشتیم. خب ببینید معمولا آیه شریفیان، من خیلی رک صحبت میکنم بدون هیچ قصد و غرضی، یعنی هم دارم سمت مردم رو میبینم، هم دارم سمت قانون رو میبینم، هم سمت شما رو هم میبینم. معمولا میگن کسی که میخواد کلاهبرداری بکنه اولش اعتماد سازی میکنه، بعدش که اعتماد سازی کرد پولای مردم رو جمع میکنه، جارو میکنه، میبره. اینو قبول داری؟ بله درسته. الان من سوالم از شما اینه، کسی که 6 سال تلاش کرده برای یک برندی و این برند تازه به ثمره رسیده، خب تازه ما بار اولمون نبوده تبلیغات کردیم، ما قدیم همین قدری که الان تبلیغات کردیم قدیم بابت خدمات و تعمیراتمون هزینه کردیم و به اصطلاح تبلیغات کردیم. همین بیلبورد هایی که شما کسی که کلاهبردار باشه میاد رو بیلبوردهای شهری هم میزنه بیا آیفون بخر 20 میلیون تومان، نمیاد تعمیراتش. ببین آیفونی که مثلا تو آلمان، یه سوال من الان دارم، مثلا خودم آیفون دارم دیگه، اینا 2-3 تا دارم، حالا آیفون مثلا تو آلمان 1200 یورو، 1000 یورو، بعضی بستگی به ظرفیت اون حجم حافظش داره، 64 گیگ باشه، 128 باشه، یا بستگی داره به اینکه چه مارکی باشه. شما آیفون رو 20 میلیون میدادی، بعد همون آیفون مثلا توی آلمان بود 40 میلیون، 50 میلیون. این ارزون بودنش توضیح بدم خدمتتون، داستانش چی بوده؟ مثلا اینکه شما الان به عنوان یوزر میرید اپل استوری در دبی، درسته؟ میتونم مثلا مستند براتون بگیرم، بره یکی فیلم برداری کنه و براتون بفرسته. طرف میره اپل استور توی دبی، آیفون 15 پرو مکس 256 گیگ 5050 درهمه، درست؟ بله. ولی شما میرید داخل بازار دبی، داخل موبایل فروشی های شخصی دبی، یعنی من موبایل فروش شخص، میرید اونجا این آیفون رو میخرید چقدر؟
4600 درهم، یعنی 450 درهم ارزونتر. درسته؟ ریپک نیست گوشی‌ها؟ فریزون دبی ریپک نیست گوشی‌ها یا تعمیراتی اصلا؟ تمام مشتریایی که از ما تحویل گرفتن خدا رو شکر انقدی گرگ بودن که همشون بردن این ور اون ور نشون دادن. ما اگر ریپک بود ما باید تو اتحادیه سمت خودمون یه دونه شکایت مبنی بر ریپک بودن می‌داشتیم. درست. حالا برسیم به این بحث مهمتر. اینا حالا بر اساس سوالات انحرافی که من دارم می‌پرسم. ببینید چیزی که الان مشخص هستش، تصاویر اومده بیرون که شما اموال رو جمع کردید فرار کردید. این داستان این اموال چه جالبه. من تو توضیحاتم من از شما هم شنیده بودم، به نقل از شما هم گفتم که گویا خود مردم در اونجا رو شکوندن و اموال رو بردن. مردم شکوندن یا خودتون اموال بار زدید بردید؟ البته چیزی هم که مشخص هستش چیزی اون تو نبوده، یعنی انگار قبل شما خودتون بار زدید بردید. یه چیزی بهتون بگم، کسی که بخواد بار بزنه ببره قیمتی ترین کالایی که میشه برد کولر گازیه. یخچال ساید بای ساید دفتر شخصی بنده رو با جاش جلوی چشم مأمور بردن. من اینو میخوام بهتون بگم، وقتی خود مأمور من خودم به شخصه با رئیس کلانتری 133 شهر زیبا تماس گرفتم، گفتم آقا مردم دیستن دارن مال ما رو میبرن. خب مأمور دارم اونجا که الان چک میکنم دوباره به زنگ میزنم، الان میفرستم برن اونجا. این صحبتی که شده، تمام اموالی که ما اونجا داشتیم رو خود مردم بردن. ما یک خودکار از اونجا بیرون نیاوردیم. چرا دارم این حرفو میزنم؟ چون کارمندامون تا همون روز سر کار بودن. خود کلانتری به ما اعلام کرد، گفت روزهایی که گوشی دیگه نمیخواید تحویل بدید کارمنداتون سر کار نیان. چرا؟ نیان به خاطر اینکه مردم می اومدن تجمع میکردن، کارمنده خانوم ما رو تهدید میکردن، تو کوچه دنبالشون میکردن. تمام این اتفاقات افتاده. خب الان من یه سوال دارم، این 120 تا به قول خودتون میگید 150 میلیارد تومانی که شما الان به مردم طلب دارید چجوری میخواید به مردم بدید؟ والا اینو میخوام خدمتتون بگم. من روز آخر صحبتی که کردم گفتم آقا جان شما بیاید یه راه بذارید جلوی پای ما. الان آقا حساب من رو مسدود کردن. چقدر پول تو حسابتون بوده؟ بزنم دیگه. ببین یه حساب سایت داشتیم، یعنی سایتمون میرفت روی به اصطلاح کیف پولش روی سایت زرین پال بود. اوکی، یه کیف پول زرین پالی داشتیم که نزدیک 15 میلیارد اون تو بود و نزدیک فکر میکنم 3 میلیارد هم داخل حسابمون بود، یعنی نزدیک 18 میلیارد تومان پول تو حساب ما مسدوده. بعد حالا اینا میگن نه چیزی تو حسابشون نبوده. شما سندی دارید که اثبات بکنید که این همه پول تو حسابتون بوده؟ آقا کاری نداره، من نامه اینو دارم که به زرین پال زدن گفتن حسابشون رو مسدود بکنید. خب مسدود بکنید، نه مسدود بکنید با اینکه چقدر پول توشه فرق میکنه. مسدود نه پول بوده، یعنی متوجهم. همه اینا رو شما کاری نداره که آقا خودشون برن مردم بخوان که استعلام بگیرن دیگه. الان من حرف دارم میزنم میگم آقا همین پلیس امنیت اقتصادی قبل اینکه ورود به کار بکنه 1 ماه قبلش آگاهی تهران ورود به کار کرده بود و همه چی رو مورد بررسی قرار داده بود. چی شد یه دفعه یه ارگان دیگه اومد پرونده رو گرفت برد، بعد زد سری گرفت. پدر بزرگوار بنده نه سر پیاز بوده نه ته پیاز بوده. 6 ماه 7 ماه بوده من اصلا ازش خبری نداشتم. درسته. از داخل خونه بردنش. به چه دلیل؟ هنوز الان پدرتون بازداشته؟ چون تو خبرها اومده بود که پدرتون همکار شما بوده، دستیار شما بوده. همکار چی بوده؟ شریکتون بوده. همکار اسمش کجا بوده جناب آقای فرزی؟ اسمش کجا بوده؟ پولی تو حسابش اومده بوده نیومده بوده؟ هیچ چیزی به اسم پدر من نبوده. فقط صرفا جهت این که بخوام بنده فشار بیارم. ولی خب من داشتم کار میکردم. من حتی بعد اینکه ببینید حسابامو مسدود کردن، به اصطلاح ملکم رو توقیف کردن. ارزش ملکتون چقدر بوده؟ نزدیک 10 میلیارد. خب دیگه ملکم رو توقیف کردن، ماشین هامو توقیف کردن. ارزش ماشیناتون چقدر بوده؟ تقریبا 80. ما فقط یه بنزی داشتیم که 40 میلیارد پولش بوده. چه بنزی بوده؟ دی کلاسه بوده. ماشین از اون توقیف کردن. مجموعاً چقدر بوده؟ 0 کیلومتر بوده.
مجموعاً 80-85 میلیارد. آقا من میگم اصلا چرا الان از اینا خبری نیست؟ چرا به مردم میگن آقا رفته هیچی هم؟ ببین یه سوال من دارم، شما دارید میگید که نصف مردم رو میتونن راه بندازن. ببین شما میگی 150 میلیارد تومان بدهی داری به مردم، اینو قبول داری خودت؟ خب بله ارزش ماشینات 80 تا 90 میلیارد تومانه، درسته؟ 10 میلیارد هم خونت میشه 100 میلیارد. 18 میلیارد هم میگی مسدود بوده حسابم، میشه 118 میلیارد. آقا ما میگیریم 130 میلیارد. یه 30 میلیارد شما الان این وسط گم شده. یعنی با اموال شما الان 30 میلیارد منفی طبق آماری که ما داریم الان در حال حاضر. ببینید ما خیلی میدونید داستان چیه. ما الان اصلا بحثی بر منفی بودن داستان نداریم. ما میگیم آقا ما هستیم در خدمت مردم. اگه تا به امروز هم نیومدیم حرفی بزنیم، چون دیگه ما رو کردن اون آدم چوپان دروغگوه. الان من بگم گرد زده به گله هیچ کی باورش نمیشه. الان شما این اموالتون توقیف شده، چرا خودتون اطلاع رسانی نکردید که آقا اینقدر اموال از من توقیف شده؟ آقا من میگم تریبونی شده که دیگه شده چوپان دروغگو. آره دیگه، میدونی چرا؟ چون به مردم میگفتی 2 ماه گوشی رو تحویل میدادم، 6 ماه تحویل میدادی. میگفتی 2 ماه تحویل میدم، 5 ماه تحویل میدادی. میگفتی 2 ماه تحویل میدم، 4 ماه تحویل میدادی. خب دیر تحویل میدی، مردم باورت نمیکنن دیگه. نه یک مشتری شما به من نشون بده که مثلا دارم میگم 60 روز کاری شده باشه 120 روز کاری بوده، تأخیر بوده، من قبول دارم، ولی مال مردم رو دادیم. اگر میخواستیم ندیم تو این 1 سال و 2 ماه نمیدادیم. بعد یه سوال دیگه که الان من از شما دارم اینه که گفتی 2 بار پلم شده، 1-2 بار فکر کنم مغازتون پلم شده تا جایی که من خبر دارم و اینا. چجور رفع پلم میکردی؟ سری دوم به دلیل سری دومی که ما رفع پلم کردیم به دلیل به اصطلاح عدم تغییر آدرس جواز کسب پلم خنده داره. همه اینا رو مکتوب دارم ارسال بکنم. اینو من دیدم. به دلیل عدم تغییر آدرس جواز کسب. از ببینید تمام این دوستان عزیزمون که حالا الان سرشون کردن داخل بر، تک تکشون از ما بالاخره یه گوشی، نمیدونم یه ایپاد، یه فلان، به همشون رسیده. من الان یعنی اون کسایی مأمور بودن اومدن اونجا یه حق دستی گرفتن، درسته؟ ببینید من اصلا نمیخوام اسم ببرم، خیلی هاشون بودن که دمشون گرم با لوتیگری با مشتیگری پشت ما رو گرفتن و هوای ما رو داشتن. خیلی هاشون هم بودن که بله از این فرصت سوء استفاده کردن و ما هم چون مجبور بودیم این کارو کردیم. میخوام اینو بهتون ببین، من یه پرانتز اینجا باز کنم، میخوام یه توضیح به شما بدم. آقای شریفیان، من ندوست دارم جان، اجازه بده من یه نکته به مردم بگم. ببینید، مأموران و کسانی که تو اون مملکت جایگاهی دارن که اصطلاحاً میتونن از این جایگاهشون سوء استفاده بکنن، وقتی که بسته رو فراهم میکنن برای اینکه رشوه بگیرن، برای اینکه بخوان این فساد سیستماتیک رو انجام بدن، طبیعتاً این اجازه رو به مالکان میدن که به خودشون اجازه بدن هر کاری که دلشون میخواد، کلاهبرداری، هر کاری که دلشون میخواد بکنن. اصلا چرا شمایی که مأموری، چرا شمایی که در لباس قانونی میری رشوه میگیری، میری نمیدونم گوشی میگیری، آیپد میگیری، سکه میگیری؟ فساد سیستماتیک معناش اینجوری پیدا میشه. آقای قاضی که حکم میدی مثلا باید اموال توقیف بشه، حکم میدی که اون آدمایی که تو اون مأمورن و افراد مختلفن به صورت نامحسوس هم کنترل بشن؟ بفرمایید آقای شریفیان، توضیح بدید. بعد مطلب بعدی که میخواستم خدمتتون بگم اینه که الان همه انگشتشون به سمت بازیگرا و تبلیغچی‌ها بلند شده. الان من یه سوال دارم. تماس گرفتن باهاشون، دولت تماس گرفته که باید تشریف بیارید پولا رو به اینا برگردونید، پولایی که اینا گرفتید. اوکی، من اعتبارم بوده که این بازیگر این ایکس ایگرگ اومده. اوکی، الان آبروی من مجدد داره بازی میشه. همه اینا داره کاری میکنه من فرار کنم، من بترسم، من دست و دلم بلرزه. بعد یه سوال دارم. پدیده شاندیز که این همه صدا و سیما تبلیغاتشو کرد، زنگ زدن به صدا و سیما بگم بیا پول مردم پس بده؟
آقای فردین، ما در مقابل امثال مدیر عامل چای دک انگوش کوچیکی چه عرض کنم، سر سوزنی هم ازشون نیست. ما فقط رسانه‌ای شدیم که یه سری چیزا فرام. چند تا سلبریتی براتون تبلیغ کردن در مجموع؟ من آدم در مجموع یاد بودم تعدادشون خیلی بوده. اصلا رقماشون از چقدر بوده؟ 400 نفر 500 نفر بودیم. ما از 1 تومن داشتیم تا 15 تومن 20 تومن از نهایتش. 1 میلیارد تا 15 میلیارد؟ نه 1 میلیون تومن تا 15-20 میلیون تومن. یعنی بازیکن تیم ملی اومده 20 میلیون گرفته تبلیغ کرده؟ بله. من اجازه بده باور نکنم. چون دوستی داشتیم این وسط. من قیمت‌های مثلا 200 میلیون 300 میلیون شنیدم. نه ما تا حالا به هیچ حدوناتی 200-300 میلیون پول ندادیم آیه فردین. ولی گوشی بهشون دادید. خیلی راحت الان دارن کنترل میکنن دیگه. دارن کنترل میکنن. نه منظورم اینه که خب دیگه یه گوشی مثلا 70 میلیونی دادی، یه 30 میلیون هم پول دادی، شده 100 میلیون. نه 100 میلیون که نیست، میگم در حد مثلا 20 میلیون تومان بوده سرجم ماجرا نهایتا. خب 400 تا سلبریتی هم اومدن، 400 تا 30 میلیون حساب کنیم میشه 12 میلیارد دیگه. خب البته خب تو حوزه برندینگ یه سری تصاویر هم ازتون اومده بود بیرون روی یاخت و کنار ساحل و مردم نگران پولشونن، میگن شما در حال عشق و حالی. ببینید این عکس‌ها که اصلا مربوط به قدیمه. من خب خانم من یه بلاگر بوده، اوکی، اینا رفتن داخل پیج خانم من، عکسایی که مثلا برای تولد بچه من توی 1 سال و نیم پیش توی جزیره کیش بوده رو برداشتن گذاشتن، گفتن آقا این داره با پول ما اشغال میکنه. یه جت اسکی رنت هم شما داشتید، اون چقدر رنت اصطلاحاً توقیف شده ازش؟ بالا فکر کنم تقریبا 2 تا دونه ازش جت اسکی بردن که خودش 3-4 میلیارد بودش. پس اونجا شما میشید 26 میلیارد منفی تا اینجایی که ما داریم حساب میکنیم. به حال 26 میلیارد هم خودش پولیه دیگه، البته با این حجمی که اینا دارن البته خودشون دارن میگن 400-500 میلیارد. ببینید ما پرداخت این مبالغ نداریم. بله اینا میدونید چرا میگن 400-500 میلیارد؟ ایشون اومده به ضابط پرونده اومده پرینت حساب رو از برج 4 تا به دیروز گرفته، کل ورودی ما رو دیده، خروجی ما رو ندیده. کل ورودی ما از برج 4 تا به فلان مثلا 500 میلیارد بوده. میگن 500 میلیارد. الان مردم چیکار بکنن؟ الان شما به عنوان ببین من یه سوال دارم آیه شریفیان، مردم از شما یه سوال دارن. شما به عنوان مالک کوروش کمپانی، البته خودت میگی مدیر عامل نیستم مالکم، مدیر عامل یکی دیگه است، حالا من نمیدونم مدیر عامل کیه. به عنوان مالک کوروش کمپانی چه راه حلی میخوای بذاری جای پای مردم چجوری به پولشون برسن؟ ببینید پولش به شما اعتماد کردن دیگه، پول تو حساب شما زدن دیگه. ما مشکلی با حساب کتاب مردم نداریم. کسی که کلاهبردار باشه الان اصلا نمیاد با شما مصاحبه بکنه، اصلا خودشو نشون نمیده، اصلا میره یه جایی که حداقل تا 3 سال ازش خبری نباشه، مثل آدم‌های مختلفی که تو چندین سال گذشته ما دیدیم. نمیاد مصاحبه کنه، نمیاد خودشو. الان مثلا چه با این صحبت‌های من چه اتفاقی برای من میفته؟ من نه آدم سیاسی هستم که بخوام وارد سیاست بشم، نه دوست دارم واردش بشم، و اینکه نه بس سیاست بس پول مردمه دیگه. الان ما داریم راجع پول صحبت می‌کنیم، راجع به عدد رقم داریم صحبت می‌کنیم با هم دیگه. الان مردم چیکار بکنن؟ اینو به ما شفاف ما مشکلی بود. آقا بیان این مال رو یا خودشون بفروشن یا بیان به ما بگن، ما بگیم ببرن به کی بفروشن که مردم پولشون رو بگیرن. مال ما رو مگه توقیف نکردن؟ و چرا رو نمی‌کنن؟ چرا نمیگن آقا این مال داره اصلا آقا من میگم، من ببخشید عذر میخوام، من زر میزنم 50 میلیارد 40 میلیارد همین رو بفروشن بدن، برادریشون رو ثابت کنن تا ما هم برادریمون ثابت کنیم. همینطوری که من تا لحظه آخر اینا برای ما شرط می‌ذاشتن، میگفتن این هفته 200 تا بده ما حساباتو باز می‌کنیم. آقا باز کن، باش دادم. من حسابام مسدود بود. از کی مسدود بود؟ اموالم توقیف بود. تقریبا 1 ماه پیش، 1 ماه و نیم پیش. چطوری تو این 1 ماه و نیم اینا میگفتن آخه بی دلیل که اصلا تو ایران. خب من یه سوال دارم، یعنی همجوری تو ایران رد میشن یهو حسابی که مسدود میکنن؟ آقا کردن دیگه. ما 1 دونه والله مشتری شاکی خصوصی نداشتیم.
شما استعلام بگیر. خب بابا من برای من سامانه شکایتاتون رو خدا رو فرستادن و خیلی برای من اسکرین شات شکایت‌ها رو شکایت فرست. از چه تاریخی؟ از چه تاریخی؟ همین از چه چند روزه تاریخی؟ دیگه، مثلا توی 3-4 هفته چند گذشته. روزه. از زمانی که حسابای ما رو مسدود کردن و پلم دوم رو انجام دادن، بعد از پلم دوم باز هم ما اومدیم بابا ایستادگی کردیم. من روزی 20 میلیون تومان پول میدادم که 4 نفر بابت برقرار کردن نظم اونجا باشن. یعنی کسی رو نزنه، کسی در و دیوار رو خراب نکنه، کسی فلان نکنه. من با تمام توانم میخواستم وایستم ولی واقعا نذاشتن. واقعا دیگه نشد. چرا نذاشتن آقا؟ مگه من یه سوال دارم، مگه مثلا اینا مرض دارن که نخوان شما مثلا به مردم گوشی ارزون بدی؟ سوال دیگه. وقتی رئیس اتحادیه صنف من میاد میشینه تو دفتر من زیر دوربین من، صداش ثبت شده که شما هم فیلمشو داری، خواهش میکنم ازت بذار که مردمم ببینن، میگه آقا تو داری ارزون فروشی میکنی، 30% بازار ایران رو فلج کرد. من اگه بتونم پیدا کنم چی میتونه؟ بله صداتون دارم چک میکنم ببینم فیلمشو دارم سری پخش کنم. بفرمایید. خب وقتی میان یه همچین صحبتی رو میفرمایند، شما چه انتظاری از من دارید؟ خب فکر میکنید کی داره این کار رو انجام میده؟ خب ارزون فروشی هم خودش میشه. نه دیگه ببین ارزون فروشی هم خودش آقای شریفیان، ارزون فروشی هم خودش اینو تخلفه دیگه. شما اگه بازار رو قیمتش، منظور من از ارزون فروشی ببین معنا و مفهوم داره. شما وقتی قیمت بازار رو بشکنی، خب ارزون فروشی زمانی میشه که شما زیر قیمت خرید کالا تحویل مردم بدی. الان از من فاکتور آورد فرستادن تو این گروه ها که میگن آقا این میخریده 30 تومن میداده 20 تومن، در صورتی که این فاکتورها هیچ کدوم صحیح نیست. من قبولش ندارم. خب من اجازه بدید یه لحظه فقط این فیلم، اجازه بدید من این کالای من بوده. آیه شریفیان من الان سعی میکنم یه لحظه فقط وایسید، من فیلمی که دوربین مداربسته دفتر شما ضبط کرده رو به مردم نشون بدم. فقط صداش برای شما پخش نمیشه، برای مردم پخش میشه، ببینن که چی گفته رئیس. طاقتا خودتون میدونید دیگه. ببینید قانونه، اصلا شما قانون این آقایی که نشسته آقای رمضانه، درسته؟ آقای رمضانی، آقای شریف، آقای رمضانی رئیس صنف موبایل فروشان تهران، لوازم صوتی تصویری. از اول میذارم دوباره ببینید. ببینید قانونه، اصلا شما قانون رو نمیدونستی. مغازه‌دار شکایت کرده آقا اصلا جرمه، همونطوری که گرون فروشی جرمه، زیر فروشی هم جرمه. قانون دیگه، قانون اصناف نمیگه. خب من روزی 20 نفر زنگ می‌زدم میومدن شما. بله تصویری که دیدی تصویر هستش که آقای شریفیان میگه که از طریق دوربین‌های مداربسته خود کروش کمپانی ضبط کرده و میگه که ارزون فروشی هم خودش تخلفه. البته من تا جایی که میدونم ارزون فروشی تخلفه، شما میگی نه ارزون فروشی تا جایی که ارزونتر از قیمت خریدتون نباشه مجازه، درسته؟ اگر جرم بود تو این 1 سال و 2 ماه میومدن ما رو جلومون میگرفتن. همون روز اول میومدن جلومون میگرفتن، روز دوم میومدن جلومون میگرفتن. خب چرا آخرش اومدن جلوتون گرفتن؟ چرا؟ دلیلش رو عرض کردم خدمتتون دیگه. به 2 تا بهونه اومدن ما رو پلم کردن، شاکی خصوصی برای ما تراشیدن، کاری کردن که مردم صداشون در بیاد، مردم استرس بیفته تو جونشون، کاری که همین الان دارن با همکار مشابه ما انجام میدن. با استرس با وجود با کاری که با ما کردن استرس رو میندازن تو جون مردم که برن پدر طرفو در بیارن. خب منظورتون کدوم کمپانیه؟ به اسم نبرم بهتره دیگه، درست نیست. درست. شما آخرین تحویلی که به مردم گوشی تحویل داده بودید کی بوده؟ هفته پیش چهارشنبه. چند عدد دستگاه؟ 100 تقریبا 75 یا 180 تا با صورت جلسه رئیس کلانتری. کدوم کلانتری؟ کدوم کلانتری؟ کلانتری 133 شهر زیبا. من چون میپرسم چون مطمئنم مصاحبه منو خیلی از افراد میشنون، هم قطعا دستگاه ناظر اطلاعاتی امنیتی این مصاحبه رو میبینن و مردم هم میبینن. من مشکلی ندارم. الان من شدم این وسط آدم بده، ولی کسی که آدم بده باشه میره.
نمیاد مصاحبه بکنه. آقا بیان توضیح بدن چرا، به چه دلیل اومدن حساب منو بستن، به چه دلیل اموال من مصادره شد وقتی یه دونه مشتری شاکی خصوصی نداشتم. الان سردار رحیمی من هنوز نمیدونم. دقایقی پیش مصاحبه کرده بله. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا و گفته که به اتهامات سلبریتی هایی که تبلیغ کردن کوروش کمپانی رو رسیدگی میشه و این افراد باید بیان بابت تبلیغاتی که کردن پاسخگو باشن و به نوعی اونا کمک کردن که کوروش کمپانی کلاهبرداری بکنه. این رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا این صحبتی کرد. نظر شما در صحبت ایشون چیه؟ عرض کردم خدمتتون دیگه، میگم زمانی که پدیده شاندیز کلاهبرداری کرد رفت، صدا و سیما این همه تبلیغ کرده بود، مدیر عامل صدا و سیما اومد پاسخگو باشه به مردم با عددهایی که میگم ما سر سوزنی از این عددها رو تو زندگیمون ندیدیم، چه برسه بخوایم مثلا بهش فکر بکنیم و راجبش حرف بزنیم. منطقی صحبتم 100% درسته. من حرفم اینه که نه، اگر شما ببین آقای شریفیان، میگم شما کلاهبردار، شما زیر پرچم یه سازمان و ارگانی داشتی کف تهران فعالیت میکردی دیگه، عمه من که به شما مجوز نداده. یه سازمان، ارگان و یا نهاد یا یه وزارتخونه یا 200 وزارتخونه تو اون کشور هستن که باید ناظر باشن. طبیعتا اگر شما کلاهبرداری کرده باشید باید اونها جلوی شما رو 6 ماه پیش میگرفتن، 1 سال پیش میگرفتن، نه بعد از 1 سال بیان جلوی شما رو بگیرن. من سوالم اینه، حالا شنیدم که 1 نفر رو هم از طرف شما گرفتن، حالا اون 1 نفر فکر کنم منظورشون پدر شما بوده، درسته؟ به اصطلاح خودشون گفتن که هیچ گونه ورودی اصلا نه تا حالا تو کوروش کمپانی داشته توی 6 ماه 1 سال گذشته، نه اصلا پولی به حسابشون رفته، نه اصلا با من در ارتباط بوده تو 6 ماه گذشته، هیچ کدومش. من الانم فکر میکنم هنوز برای پدر من جرمی هنوز اعلام نکردن که آقا جرمشون چی بوده که ما بریم آقا بگیم خب جرمش چیه، به میزان جرمش وثیقه براش ببریم. یه سوال دیگه دارم آقای شریفیان، حالا ان شاءالله که مشکل پدرتون هم حل بشه. آقای امیرحسین گودرزی کی بودن توی شرکت شما؟ مدیر عامل شرکت هستن ایشون، بعد از به اصطلاح برج 1 مدیر عامل شدن بابت گرفتن یه سری مجوزایی که لازم بود بگیریم. و چون من دارم میبینم که سایتتون اینماد هم داره، یعنی ما حتی برای اینکه به اصطلاح مشکل مالیاتی هم برنخوریم، همه حساب هم یعنی تمام کار کردمون هم با حساب مدیر عامل شرکت بوده، یعنی کار خلاف قانونی انجام ندادیم. ما نیومدیم یه روز پول بزنیم به حساب نقی، یه روز بزنیم به حساب تقی، یه روز بزنیم به حساب قولی. همه ورودی‌های ما از یه حساب بوده و کاملا قابل رسیدگیه. درست. مرسی آقای شریفیان و اینکه ممنون که اومدید مصاحبه کردید، این جسارت رو داشتید که مصاحبه کردید. البته من میدونم که مردم به خون شما تشنن و دنبال اینن که پولشون از شما بگیرن. شما یه راه حل دادی، میگی که اموالی که از من مصادره کردن، شما که خواهش می‌کنم من این توضیح بدم. شما راه حلتون اینه که میگید اموالی که از من مصادره کردن رو بیان شفاف بگن و اونا رو هم بفروشن. معامل تفاوتش رو شما میدی، یعنی شما الان پول داری بدی، شما که حسابات مسدوده، پول داری یعنی خارج از کشور جایی، الان که خارج از کشوری. ببینید الان اولا که قصه خارج از کشور من 7 ماه پیش خارج از کشور بودم و اگر قرار بر این بوده که به اصطلاح کلاهبرد بپیچم برم به زبون خود دوستان عزیزمون، همون 7 ماه پیش خدافظ دیگه. روزهای اول من خیلی فروشم بیشتر از چقدر میفروختی روزهای اول؟ حاشیه‌ای که ایجاد کردن روزهای اول من روز بوده مثلا 20 میلیارد 30 میلیارد هم فروختم روزهای اول، ولی روزهای آخر ما سرجم 500 میلیون هم نمیفروختیم. درست. همچین شما میگی 500 میلیون، من یاد سریال مهران مدیری میافتم میگه 200 میلیون، شما همچین عدد رقم ها رو میلیاردی میگی انگار مثلا تومنه. 100 میلیارد 200 میلیارد. یه چیزی بهتون بگم، این عددایی که الان دارن به ما چیز میکنن، به اصطلاح میگن که آقا این عددا رو بردن، ما اصلا توتال صفراشو نمیتونیم بشمریم که دارن راجع بهش صحبت میکنن. آره یه عدد 2000 میلیارد تومان رو نوشتن که هلوش 117 میلیارد تومان مثلا وجه نقد شما دریافت کرده بودید
11 میلیارد تومان کالاهاتون بوده، 11 میلیارد تومان سرمایه‌تون بوده، درآمد فروشتون 6 میلیارد تومان بوده. خلاصه حالا میلیارد یا نمیدونم 1000 میلیارده، ولی خب عددی که اینجا اومده قلوش نزدیک به 3000 میلیارد تومانه. که اومده بیرون اصلا برگه‌ای که بیرون اومده، من شما سربرگی رو هر نرم افزار حسابداری که شما بری وقتی یه پرینتی میگیری چه اتفاقی میفته؟ اسم کمپانی تو اون بالا مینویسه. این برگه اسم کمپانی ما نوشته شده. البته اینو من قبول دارم دیگه، یعنی ممکنه که یه چیزی باشه شل شخمی همینجوری یه پرینت کردن اصلا معلوم نیست مال کجا هستش، یعنی نمیشه به این برگه استناد کرد، اما میشه با توجه به گزارشایی که شما داری میدی و عدد رقمایی که شما میلیاردی میگی، با توجه به عدد رقمای میلیاردی شما به اون عدد رقمای میلیاردی شما استناد کرد. ولی امیدواریم که دستگاه ناظر این مصاحبه رو ببینه، پیشنهاد شما رو ببینه و میبینن قطعاً و بیان راجع به اموالی که توقیف شده یه صحبتی بکنن. شما میگی که صحبتی از اموال توقیف شده نکردن و اگر صحبت پایانی داری بگو، من در خدمتم آقای شریفی. من 2 مطلب باید بگم. یک، در مرحله اول خود مردم مستثنای این قضیه نیستن که شرایطو به هم ریختن. یعنی من میدونم عصبانیان، میخوان منو جر بدن، منو پاره کنن، ولی در مرحله اول خودشون مستثنا نیستن. با شلوغیایی که ایجاد کردن باعث شدن که همه روی ما زوم بشن و ایجاد ترس بکنن بین بقیه افراد و همین شد دردسر، هم برای خودشون هم برای ما. این در مرحله اول. در مرحله دوم اینو خدمتتون باید بگم که ببینید ما نه پولی خوردیم، نه بردیم، نه مال مردم رو میخوریم. کسانی که از قدیم منو میشناسن، من 6 سال تو این با سن کمم دارم فعالیت میکنم. 27 سالتونه درسته؟ 27 سالتون بعد باشه. بله. خب 6 سال دارم تو این صنف کار میکنم و تا به الان 1000 تومن کسی تو زندگی من نیومده. این سیستمی که برای من چیده بودن، من الان اینو میخوام بهتون بگم، پرونده‌ای که جای دیگه بود و کس دیگه داشت رسیدگی میکرد چجوری شد که رفت زیر دست یکی دیگه؟ منظورت چیه؟ یکم شفافتر برامون بگو. آقا پرونده رو مثلا مثال دارم میزنم، امین فردین داره رسیدگی میکنه، چرا یه شب ازش میگیرن میره زیر دست یکی دیگه؟ خب من شما میگی که یه قصد و غرض بوده و یه آدمای فشار آوردن که شما رو بری زیر. 100% شک نکنید. ببین من نه آدم سیاسی ام، من بابا سیاست رو ولش کن، تو چرا چسبیدی به سیاست؟ ما داریم راجع به عدد و پولایی که این وسط دوست ندارم 2 روز دیگه یه انگ دیگه بهم چسبیده. نه آقا کسی به شما انگی نمیزنه، شما پول مردم رو بده، کسی بهت انگی نمیزنه. فقط اینو دارم میگم خدمتتون، میگم من تمام و کمال میگم این یه قصد و غرضی پشتش بوده. خواهشی هم که از به اصطلاح رئیس قوه قضاییه دارم، امیدوارم که به گوششون برسه. این پرونده رو از این جایی که هست جاشو تغییر بدن. هر تصمیمی گرفتن، آقا به من اصلا نامه امن بدن، من با پای خودم پا میشم میرم ایران، جواب مردم میدم، ولی به شرط اینکه نگیرن منو بکنن اون تو، بعد بگن آقا بیا رسیدگی کنیم به مسائلت. من بیرون باشم، تک تک مردم رو راه میندازم. همون چیزی که آخرین بار به دادستان ناحیه 5 گفتن. بسیار عالی. دست منو بستن، حسابامو بستن، ماشینامو توقیف کردن، همه اینا هست. خودت نمیدونی چقدر اموال ازت توقیف شده؟ یعنی دیگه باید بدونی دیگه، آدم مالشه دیگه. مجموعاً چقدر ازتون توقیف؟ همین حساب کتاب ببینید، همون کلوش 110 میلیارد تومان از من مال مصادره شده. نشون که برگ سبز همه ماشینا رو برداشتن بودن. شاید ماشینا نخوابونده باشن ولی همه برگ سبزا رو برداشتن بودن. بعد یه سالی شما بچه پولدار بودی خودت؟ این همه پولداری؟ ببین من شهرک غرب بزرگ شدم. بچه ستارخان بودم، شهرک غرب بزرگ شدم، تو زعفرانیه زندگی کردم. هیچ جوره تا 1000 تومان مال کسی رو نخوردم و پدرم هم آدمی بوده که با سختی کار کرده، با 1000 تا بدبختی کار کرده و هیچ وقت نذاشته. آخه یه جوون 27 ساله 120 میلیارد تومان پول سرمایه داشته باشه یه مقداری عجیب نیست. میشه در آورد تو اونم تو ایران، سیستم شلنگ و تخته تو ایران. اما به نظر خودت رمز یکم بیا این پکیجا بفروش، به نظرم درآمدت تکان بده. یه تایمی بوده. خب من
50 تا کارآموز تعمیرات موبایل رو مینداختم. یعنی طرف رو تعمیرکار میکردم، میشست تو یه ماه 2 ماه تعمیرکار میشد، با یه رقم 20 میلیون تومانی که به من پرداخت میکرد میرفت تو بازار. روز بوده که من پذیرش جدید تو تعمیرات نداشتم، یعنی 10 تا کشوی مثلا بزرگ من پر بوده، مثلا بیارو میومد گوشیشو ما پذیرش کنیم میگفتیم برو یه ماه دیگه تازه نوبتت میشه که به امورت رسیدگی بکنیم. کسایی که کارمند من بودن، کسایی که از قدیم منو میشناسن میدونن. چون به حال اولین سوالی که از ممکنه مردم بپرسن این پولا رو از کجا آوردی این 120 میلیارد تومان؟ کاری بیمه ایران رو شما استعلام بگیرید. من از 5 سال پیش بنز و BMW سوار می‌شدم. 5 سال پیش که دیگه جیب مردم رو نزده بودیم که الان که اینو دارن به هم میچسبونن. بسیار عالی. مرسی آقای شریفیان. بله صد میتونن یه استعلام بگیرن در میاد همه چی دیگه. توضیح دیگه ای نداری؟ حرف دیگه ای، سخن دیگه ای ندارید شما؟ متشکرم. من ازتون تشکر میکنم که این تریبون رو در اختیار من گذاشتید. مجدد میگم من نه آدم سیاسی ام، خاک پای مردم ایرانم و تابع قوانین جمهوری اسلامی. والا تابع فیلمایی که ازت اومده بیرون یکم تابع نیستی ها. مای تابعی کدوم فیلم؟ لب ساحل و اینا، این ورا یاخت و یه دونه دختر کنار تو اینا، به حال اون بیشتر شبیه مایتابه است تا تابه. اون که اولا که عرض کنم خدمتشون میگم این ویدیو این فتوشاپ بوده، قدیمه، برای 1 سال و خورده پیش بوده. نه من انکار نمیکنم چیزی رو، ولی حالا در خدمتتون هستم. ممنونم آقای شریفیان بازم. و اگر سوالی مردم داشتن یا توضیح خواستن، ما این ویدیو به حال هست، این ویدیو میتونن کامنت بذارن و این درخواست از شما داریم که اگر سوالی بود بیای و دوباره مصاحبه کنی و جواب مردم رو بدی، چون ممکنه بعد از این ویدیو مسئولین بیان و امیدوارم که خط تو عوض نکنیم، ما به بدبختی پیدا کردیم، ولی خب امیدوارم که اتفاقات خوبی برای مردم بیفته و پول مردم بهشون برگردونده بشه، مالشون بهشون برگردونده بشه. خبرای تلخی داریم میشنویم دیگه این روزا، دیگه این دیگه اضافه نشه به اون بدبختی‌های مردم. و ممنون از شما آقای شریفی. مرسی. سلامت باشید. ممنون. روز خوبی داشته باشید. مرسی. بله، صحبت‌های شریفیان رو شنیدیم به عنوان مالک کوروش کمپانی. و حالا من تا جایی که تونستم سعی کردم که سوالاتی که تو ذهن مردم هست بپرسم. بازم این نکته، من خودکارم سبز، اینام چیز میشه، اینو میگیرم مثلا دستم، شما نمیبینید، این غیب میبینیدش، نگاه کنید اینو اینجوری مثلا. بله، میخواستم به شما بگم که اینم صحبت‌های مالک کوروش کمپانی بود و صحبتایی که کرد. میگفتش که من حاضرم مال مردم رو برگردونم به شرطی که اموال توقیف شده من رو هم بیان بررسی کنم بدم به خود مردم. یعنی مردم به جای اینکه الان بیان تو فضای مجازی اون افرادی که تبلیغ کردن رو جر بدن و اونها رو انتقاد بکنن و استوری بذارن و رسانه هایی که با هدف و با حمایت از اون سیستم دارن میرن اون سمت، رسانه ها بدین ور بدین این ور، آقا اموال توقیف شده رو به توضیح بدید، آقای قوه قضاییه، آقای دادستان، آقای افراد مختلف، لطفاً بیاد این موضوعات رو دوباره شفاف سازی بکنید برای مردم. اموال توقیف شده فعلا بفروشید بدید به مردم، بقیه‌اش هم گفته که من میدم دیگه، فرارم نکرده. البته خب دیگه معمولا اینا شاید بخوان حرف بزنن اینا جلوی دوربین، اما خب ادعایی که خودش میکنه 110 میلیارد تومان اموال ازش توقیف شده. حتما کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب داشته باشید، دنبال بکنید که اگر موضوع جدیدی بود، خبر جدیدی به دست ما رسید برای شما پوشش خواهیم داد. مرسی که تا این لحظه ما بودید. حتما برای ما کامنت بذارید، سوالی، نکته‌ای، چیزی دارید برای ما این زیر بنویسید. مرسی از شما.